نورالدین شریپوف دانشنامه‌نویس معروف توجیک کارمند سردار علمی انسیکلوپدیای ملی توجیک شب 30 ایول در سن 68 از عالم چشم پوشید. خبر درگذشت نورالدین شریپوف را به پرس تیجه پیوندانش خبر دادند. مراسم وداع با نورالدین شریپوف روز 31 ایول در منزلش در محله تپه‌های شرقی منطقه 6 خانه 112 و مراسم نماز جنازه مرحوم روز 31 ایول ساعت 13:00 دقیقه در مسجد جامع محله 9 کیلومتر برگزار شده است. نورالدین شریپوف تمام عمر در انسیکلوپدیای توجیک فعالیت کرده یکی از محرران و دانشنامه‌نویسان ورزیده تاجیکستان به شمار می رفت. نورالدین شریپوف در طول فعالیت در تحریر و تدوین، تهیه و به چاپ آماده نمودن 8 جلد انسیکلوپدیای سویتی توجیک، 2 جلد انسیکلوپدیای خواجگی قشلاق تاجیکستان سامی کلان دارد. نورالدین شریپوف مرتب محرر و یکی از مؤلفان 3 جلد دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک است. همچنین مدیر رداکسیای نظارت علمی و تحریر ادبی مقاله های انسیکلوپدیای روزگارداری جلد 3، انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت توجیک، انسیکلوپدیای دوشنبه، انسیکلوپدیای ملی توجیک را از لحاظ علم و ادبی تحریر کرده است. مؤلف بسیار مقاله های علمی بیش از 300 عدد در نشریه‌های انسیکلوپدیای سویتی توجیک، انسیکلوپدیای ملی توجیک و دانشنامه فرهنگ مردم توجیک. نورالدین شریپوف یکی از انسیکلوپدیستان ورزیده به شمار می رفت.